این دفعه برای مهمونات این سالاد مجلسی خوشگل رو درست کن که همه خوششون میاد. اول سیب زمینی ها رو رنده میکنیم، با مقداری نمک و فلفل سیاه مخلوط میکنیم و خوب به هم میزنیم تا یک دست بشه. یه پلاستیک ته ظرفمون میندازیم که قالبی در بیاد. سیب زمینی رو ته ظرف منسجم میکنیم و بعد از اون یه لایه سس میزنیم. بعد از اون هویج رنده شده، کنسرو ذرت، خیارشور رنده شده، مرغ ریش ریش شده، پیازچه خرد شده، نخود فرنگی و کلم قرمز رو اضافه میکنیم. یادتون باشه که بین همه لایه ها باید سس بزنید و در انتها پلاستیک رو روی مواد میکشیم و میذاریم توی یخچال به مدت چند ساعت بمونه تا خوب خودش رو بگیره. بعد که از قالب در آوردین هر جور که دوست دارین دیزاینش کنید و مهموناتون رو سورپرایز کنید. امیدوارم درست کنید از خوردنش لذت ببرید.